سلام، من سامان هستم. خوش اومدید به جلسه ششم از آموزش برنامه‌نویسی فلاتر. خب ما جلسه قبلی در مورد المان‌های یو آی مخصوصا نوع‌های ویژت استیتفول و استیتلسمون رو در موردشون صحبت کردیم و در مورد یک سری از ویژت های یو آیمون که مثل تکست، آیکون، رو، کالمن و آیکون باتن و کانتینر رو در موردشون صحبت کردیم. خب حالا بریم یه سری المان های دیگر رو باشون کار کنیم و بیشتر باشون آشنا بشیم. برای مثال ما کانتینر رو در موردش صحبت کردیم. خب و تفاوتش با سایز باکس رو هم صحبت کردیم، ولی خب میخوایم ببینیم که دقیقاً این متفاوت بودن این دوتا ویجت از هم دیگه کجا به کار ما میاد. خب ببینید الان من اینو اگه روش آلت اینتر بزنم واسه من داره پیشنهاد میده که از سایز باکس استفاده کنم. چرا؟ چون سایز باکس هیچ گونه المانهای دیگری رو نمیگیره که یو آیش تغییر کنه. صرفا یک جعبه ساده است که یه طول و عرض مشخصی داره به اضافه یه دونه چایلد. خب حالا من میخوام این کانتینری که اینجا دارم رو یه ذره بهش رنگ و آبی بدم، یه ذره بهترش کنم. خب توی کانتینر ما یه المانی داریم به اسم یه پراپرتی داریم به اسم دیکوریشن و با باکس دیکوریشن تعریفش میکنیم. باکس دیکوریشن یه سری المان هایی داره در اون خودش، مثل کالر که ما میتونیم از کالر های مختلف استفاده کنیم. مثلا من حالا سبز استفاده میکنم که اگه نگاه کنید دورش سبز شد. خب اگه کالر توی خود کانتینر هم وجود داره، خب میتونید که از اون استفاده کنید، ولی به شرطه شما اگه دکوریشن نداشته باشید میتونید درون خود کانتینر کالر رو تعریف کنید و ازش استفاده کنید. در غیر این صورت اگر دکوریشن داشته باشید نمیتونید کالر رو تعریفش کنید. خب حالا مقدارهای دیگه باکس دکوریشن چیه؟ مثال میزنم. ما اینجا یه چیز داریم اسم شیپ باکس شیپ دات سرکل، بعد گرد میشه. شما نیاز نیستش که واسهش مثلا ریدیوس بدید و تا بتونید که دایرش کنید، یا مثلا میخواید واسهش بوردر بدید، بگید بوردر دات مثلا آل، بعد یه کالری بهش بدید. من حالا کالر بلک بهش میدم با ویدس پس کنیم 5. ببینید چه شکلی شد. خب حالا میخوام که این گوشه هاش یه ذره خم باشه. خب حالا من یه ذره کوچیکترش میکنم که یه ذره بهتر بشه قیافش. میخوام یه گوشه های این مربعی که اینجا دارم یه ذره خم باشه. چیکار کنم؟ یه چیز داریم به اسم border radius، ازش استفاده میکنیم. border radius کجا رفته؟ border radius dot، میتونم بگم که به صورت دایره، یعنی هر 4 گوشه رو این کارو بکن، 4 گوشه رو انجام بده، یا صفر باشه یا فقط هوریزونتال باشه، مثلا چپ و راست رو مثلا گردش کنم. خب من میخوام الان سرکولر رو بزنم. الان در این باید بزنیم radius dot circular، بعد یه عددی بدم مثلا 12. سب کنید باشید اشتباه شد. باید درون خود اینجا وقتی سرکولر میزنم باید خود عدد رو بدم واسش وقتی این شکلی باشه. اگه این آل باشه اون موقع باید بیام بگم که radius dot circular 12. خب پس توی کانتینر ما میتونیم از این مؤلفه استفاده کنیم. همچین چیزی درون سایز باکس وجود نداره. اگر شما میخواید که رنگی بدید، بوردر بهش بدید، یا مثلا فرض کنیم شادو بدیم، خب برای اینها نیاز هستش که ما از کانتینر استفاده کنیم.
باکس شادو هم که به صورت اره، بعد باکس شادوهای مختلف رو میگیره درون خودش مؤلفه‌هاشو که حالا مقادیر کالر برای مثال کالرز بلک 12 بهش میدم با مثلا اسپرد ریدیوس مثلا 5 و هم مقدارهای دیگهش آفست بلو ریدیوس مثلا باز دوباره 5 بهش میدم و آفست فرض کنید 2 و 2. ببینید یه حاله دورش افتاد. با این از این حالا یه موضوعی ما توی اینجا حالا آیکونو که دارید میبینید که اینجا خودش وسط قرار گرفته. فرض کنیم که یه مقداری رو داریم، حالا ما اینجا اینا رو سنترشون کردیم. خب سنتر نمی کنم که خودشون برن توی جای قرار بگیرن. حالا من برمیگردونم این رو در اصل از سنتر بودن درش میارم. میبینید چه اتفاق افتاد؟ همشون رفتن یه گوشه. حالا من میخوام این رو تکستر رو سنترش کنم. یه المانی داریم، یه ویژگی داریم اسم سنتر و این سنتر همیشه مقادیر رو دقیقاً در وسط قرار میده. حالا اگه من این آیکون رو هم اینجوری کنم واسه اینجا نشد، الان بهتون دقیق نشون میدم که منظورم چی هستش. ببینید این تکست رو من کپی کنم، یه حالا بریم بالای این قرار بدیم، سایز باکس میذارم که ویتسش باشه 200 و هیتش هم باشه 50. یه چایلد داره که این تکست درونش هست. خب میبینید این تکسته الان وسط نیست، میبینید خوب نیفتاده سر جایی که باید باشه. اگه من این رو سنتر کنم رفته دقیقا وسط قرار گرفت. ببینید فرقشو. خب پس سنتر کارش اینه که مقداری که به عنوان چایلد داره دقیقا وسط اون پرنتش که حالا اینجا سایز باکس هست در اون قرار بده و خیلی جاها این میتونه به کارمون بیاد. خب الان بر این سنتره ما یه المان دیگه داریم به اسم الاین. خب و این الاینه یه مقداری تو درون خودش داره به اسم الاینمنت که به این شکل نوشته میشه و این الاینمنت مقادیر مختلفی مثل سنتر، باتم سنتر، باتم لفت، باتم رایت که میشه وسط، پایین وسط، پایین چپ، پایین راست و غیره. یعنی در واقع شما با همین الاینمنت سنتره شما میتونید وسط قرار بدید همین تکست رو و حتی میتونید که مثلا سنتر لفت چپ قرار بدیدش، رایت راست قرارش بدید یا اصلا ببریدش پایین قرار بدید یا پایین ترین حالت ممکن باشه یا اصلا بالا باشه. دقیقا سنتر همین کار الاین رو انجام میده با این تفاوت که الاینمنتش فقط سنتره همین. ولی خب این الاینه خیلی به شما اجازه میده که بتونید دقیقا المان رو اونجایی که میخواید قرارش بدید و این خیلی به کارتون میاد، خیلی جاها کمکتون میکنه. خب بیاید حالا یه کار دیگه بکنیم. دیروز در مورد استک حرف زدیم ولی متاسفانه نتونستیم که نشونش بدیم و دقیقا ازش استفاده کنیم. خب من اینایی که تا اینجا نوشتیم رو پاکشون میکنم و این رو میکنم استک و اینم باید پاک بشه. من میخوام 3 تا کانتینر با رنگ های مختلف برای مثال سبز، قرمز، آبی رو روی همدیگه قرار بدم و همشون هم فرض کنیم که دایره هستن. خب
خب ما تو حالت عادی میتونیم از چایلد استفاده کنیم و اینا رو دقیقا روی همدیگه قرارشون بدیم. خب چون وقتی یه پرنتی داریم یک چایلدی درونش قرار میگیره، دقیقا روی المان پرنتشه که داره نمایش میده. ولی خب میخوایم این کار نکنیم و از یه متد دیگه استفاده کنیم و ببینیم کارایی استک کجاست. خب من یه کانتینر میسازم که ویدث و هیتش باشه 100 و 100. خب و یه دکوریشن بهش میدم، باکس دکوریشن، و کالرش رو میدم، اولیه رو قرمز میدم، بعد شیپ هم دایره باشه. خب اون هست. خب مورد اولمون بریم سراغ اینو. حالا کپیش میکنم کانتینر رو و 3 تا کانتینر دیگه میسازم. اینو میکنمش 80، اینو میکنم 50. خب این بشه آبی و اینم بشه سبز. خب ببینید همین الان چجوری شد. من هیچ الاینمنتی ندادم و هیچ کدوم از اون چایلد دیگری نیست، دقیقاً روی همدیگه قرار گرفتن. خب حالا گفتیم الاین خیلی جاها به کارمون میاد تا بتونیم آیتمی که داریم رو دقیقاً جایی که میخوایم نمایش بدیم. من اینو میزنم ویدجت رو اد میکنم و الاینمنت دات سنتر. ببینید دقیقاً اومد وسط صفحه. خب این کار رو واسه بقیه هم انجام میدم. و همینطور این. خب حالا میخوام یه کاری کنم. اینها خب به یکی یک بیام پایین. برای مثال این اینجا هست، دایره دوم بیاد اینجا قرار بگیره و دایره سوم دقیقاً زیر بعدیش. خب ما یه المان دیگه داریم به اسم پدینگ. من روی کانتینر میزنم، میام رپید پدینگ رو میزنم. برای این کارم که این کار انجام میشه تو اندروید استودیو آلت اینتر که بزنید این منو واسهتون باز میشه. اگر روی این آیتم، روی این آبجکت کلیک کنید و آلت اینتر بزنید این منو واسهتون باز میشه. من پدینگ میزنم. پدینگ کارش اینه که از المان ها فاصله بگیره و یه در واقع فاصله رو ایجاد کنه. خب و توی پتینگ توی این بخشش یه آل داریم که از هر طرف از هر زاویه فاصله میگیره و حالت دیگهش آنلی هستش که شما باید بگید که آقا فقط از بالا مثلا 8 تا فاصله بگیره. خب بعد سیمتریک رو داریم که سیمتریک به صورت افقی و عمودی فاصله هاش رو میگیره در واقع. خب الان البته ما فاصله اولیه که نمیخوایم پدینگ رو داشته باشیم و فقط میخوایم از بالا فاصله بگیریم و به سمت پایین بیایم. پس میایم، البته این کانسش مشکل نداره در حال حاضر، آنلی از تاپ به اندازه 50 تا فاصله بگیر و بیا پایین. خب دید قشنگ تقریبا میشه گفت نصف این دایره اومد پایین. میریم سراغ بعدی. این هم یه پدینگ بهش اضافه میکنم، این رو آنلی میکنم، اینم تاپ. خب ما 50 تا واسه دایره اولمون باید بیایم پایین، الان برای 40 تا هم واسه این در واقع 80 تا 50 تا 40 تا 90 تا باید بیایم پایین. ببینید به همین قشنگی ما تونستیم یه آبجکتی رو درست کنیم که طرح مثلا دلخواه خودمون باشه. تا اینجا که اینا رو دونستیم چجوریه، بریم سراغ یه المان دیگه توی کالمن و رو. من اینا رو حالا بمونن، این رو میکنم کالمن و اینا ببینید چه شکلی قرار گرفتن زیر هم دیگه. دقیقا فرقشون اینه. الان رو کنم اگه اینو
به این شکل قرار بگیره. خب من میخوام این آیتم اولم از بالا فاصله بگیره بیاد پایین. چیکار میکنم؟ یه ویجتی داریم به اسم اسپیسر. کارش اینه که فاصله میندازه و یه فاصله رو ایجاد میکنه. حالا من این اسپیسر ها رو بین المان های مختلفم قرار میدم تا یه ذره شیک‌تر باشه. حالا میخوام فاصله اینجا و اینجا کمتر از این دوتا باشه. توی فلکس یه دونه پراپرتی داره به اسم فلکس. فلکس به شما اجازه میده که بر حسب تعداد فلکس ها و بزرگترین عددی که دارید استفاده میکنید توی این اسپیسر های مختلفی که استفاده کردید، سفر رو به قسمت های مختلفی تقسیم میکنه در واقع فاصله ها رو، و بر اساس اون عددی که دادید واسه شما تقسیم رو انجام میده و فاصله اضافه میکنه. برای مثال من میخوام بدم واسه اینجا 3 و برای بقیه بدم 1. اول و آخرش رو بیشتر و بقیه کمتر. میبینید فاصله بالا و پایین تغییر کرد، بیشتر شد و این دوتا کمتر شد. خب این از اینجا، این تا اینجای کار. حالا فرض کنید که میخوایم یه مقداری هم داریم که میخوایم تایپ کنیم. از چی استفاده کنیم؟ یه چیز داریم به اسم تکست فیلد. تکست فیلد میبینید اینجاست و من هر چیزی که بخوام میتونم، حالا کیبوردی دیگه باز نشه، تایپ کنم. توی این تکست فیلده ما مقادیری مثل دیکوریشن رو داریم که تکست فیلد دیکوریشن تایپش، ببینید تایپش همینجا خودش میگه واسه شما. دیکوریشن اگه پیداش کنم دقیقا واسهتون نشون میدم. دیکوریشن کو؟ دیکوریشن از نوع اینپوت دیکوریشن هستش. خب اینپوت دیکوریشن مقادیر مختلفی در خودش میگیره. شما میتونید واسه اینجا لیبل بدید، مثلا سلام. خب یا مقدار ارور داد، ببخشید، لیبله باید از نوع تکست باشه، ویجت باید باشه تا نمایش بده. خب و میتونید هینت بدید بهش، هینت تکست بدید، هر چیزی که بخواید سلام رو وارد کن. خب و بوردرهای مختلفش رو اینجا تعریف کنید. بوردرش چی هستش، آن مثلا ارورش چه بوردری داشته باشه، واسه ارور چه وریبلی داشته باشه، ارور تکستش چی باشه و غیره. هر کاری که بخواید رو میتونید انجام بدید. اگه میخواید تکست فیلدتون رو از مثلا راه‌های مختلف دیگه کنترل کنید، یه چیزی به اسم کنترلر. شما یک کنترلر تعریف میکنید بالا، تکست فیلد، تکست اینپوت، تکست اینپوت کنترلر میزنید. خب اگه درست زده باشم بذارید اینجا نگاه کنیم دقیقا مقدارش رو. ما اینجا کنترلر تکست ادیتینگ کنترلر، ببخشید. خب یه اسمی بهش میدیم مثلا کنترلر و میتونید این کنترلر رو بیارید اینجا قرار بدید و هر جایی که بخواید، مثلا فرض کنیم init state کنترلر دات تکستش رو بگیرید، تکستش رو ست کنید، مثلا برابر هر چیزی قرار بدید. اینطوری میتونید که تکست فیلدتون کامل کنترلش کنید. خب ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.
جلسات بعدی رو هم حتما پیگیری کنید که المان‌های بیشتری از ویدجت رو قراره صحبت کنیم، بپردازیم به موارد بیشترشون که چقدر میتونیم اینا رو کاستومایزش کنیم، چه مقدار در واقع دسترسی ها رو واسه ما میدن برای این کار. و اگر که جلسه های قبلی ندید حتما ببینیدشون. و در انتها امیدوارم که لذت برده باشید. سابسکرایب، لایک و کامنت هم از یادتون نره. خیلی ممنونم. با تشکر.